خوجایی همونجا گفته است که من پرابلم دکار نه گیر این اگجو اوری گیر بارینا ان میگه پروگرام زاستا و بردن اونجا هم گفته که دما پرابلم دکار نه در ایستان تا گیر بار گجوی میبرتون به همین خاطر با گرونده اوری. پسر این مرد رو بعد جلبی مجبوری به خدمت حربی 4 روز باز یگان قسم نظامی همچون عسکر قبول نکرده است. شهباز زیاداللهیف 25 ساله از طرف مقامات محلی شهر ترسونزاده ابلاغ شده است و حالا در کمیساریات حربی شهر دوشنبه نگهداری می شود. داغی سودی شهباز سبب شده است که قسم‌های حربی او را قبول نکنند. من سپرافکا آوردم پسرم در اونجا پرسیدم میگه سپرافکای در اونجا پافتن سپرافکای خود به نظر نگرفتن دینا بگهی پسرم روی کردن ناحیه 5 اول روی کردن چستی MCS ناحیه 5 قبول نکرد اونجا روی کردن پروگرام زاستا ناحیه 5 اونجا هم قبول نکرد تا پسرم گرونده اورگی ده همین چی شت است. شهباز زیاداللهیف سال 2014 در یک مناقشه گروهی برای درانیدن سر و لباس میلیسه زندانی شد. عبدالغفار زیاداللهیف میگوید مقابل به خدمت رفتن پسرش نیست ولی بیم دارد در خدمت دوباره دست به جنایت میزند. من وقتش میخواستم اینا که ده همه یوشش رود خدمت برای چی خدمت نکنم من خودم 2 سال افغانستان خدمت کردم جنایتکار چه یارق میتی فعلش تیز من میدونم پسرم من میدونم نمیخواد به همین خاطر من گفتم من کمیسیت حربی زمین ترزوده گفتم من به زبان خطی که همین بچه چی جنایتی کند من جوابگار گیر بار گفتم گوجه براتون برای خدمتش کنم منم طرفدار که خدمت کنم. مسئولان وزارت دفاع میگویند نوسکرانی که داغ سودی دارند اگر دعوت هم شده باشند تا مراسم سوگند یادکنی از قسم حربی جواب داده میشوند و نباید ادای خدمت کنند. عین حال که معرکه سیاسی قبول شهروندان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان همون ادامه دارد باید قید نماییم که شهروندانی که قبلا در حدود جمهوری تاجیکستان و عموما در مجموع بس قانون شکنی یا اینکه کردارهای غیر آیین‌نامه‌ای کردارهای غیر قانونی و داغ سودی گرفتن آنها به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل نمی‌شوند. حقوقشناسان میگویند در بسیار حالت جلب جوانان قبلا سود شده باعث دیدفشین یا مهترسالاری در قسم‌های نظامی و در نهایت امر صادر کردن جنایت می شود. قانونگذاری مقرر کرده است که شخصانی که جنایت‌های مخصوصاً وزنین یا وزنی صادر کردند تا داغ سودیشان برداشته نشده است آنها نباید که به خدمت حربی دعوت شوند. مثلا در پرونده شهباز میرزایف که این پرونده در همه جا مشهور و معلوم است همون عثمان غیرتов که فیلچر قسم حربی بود و پیش از به خدمت حربی سفربر شدن جنایتی اوباشی صادر کرده بود وقتی که به قسم حربی حاضر می شود بلاتوکوبی سربازان دست داده بود. همساله هنگام دعوت جوانان به خدمت حربی موردهای زیادی جلب مجبوری جوانان بیمار و یا دانشجویان و آموزگاران رسانه‌ای می شود. کسی با داغ سودی دعوت شده باشد کم اتفاق افتاده است. سرویناز روح الله شادمان یتیم آزادی دوشنبه.